پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بدگویی و دشنام دادن شخصی به پدر و مادرش از جمله گناه‌های کبیره می باشد. فرمودند یا رسول الله مگر شخصی به پدر و مادر خود دشنام می دهد؟ گفتند بله، به پدر و مادر شخصی دشنام می دهد و او نیز در مقابل به پدر و مادر این دشنام می دهد. برادران عزیزم، ببینید در این حدیث پیامبر بیان می کنند که اگر یکی شما به پدر و مادر دیگری دشنام بدهید، این بمانند این است که به پدر و مادر خود دشنام داده اید. خدایا ما را از این عمل نگه دار. خدایا ما را از این عمل نگه دار. بنابر برادران عزیزم، از این عمل بد خودداری کنیم، از این گناه کبیره خودداری کنیم و در بین ما اگر رفیقانمان به این گناه مبتلا باشند، ما آنها را از این عمل باز بداریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دلالت کننده به کار خیر مانند اجرا کننده آن می باشد. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبر